اصلاح طلبا تا شب قبل از انتخابات میان میگن که بیاین به ما رأی بدین، ما همه چی رو عوض میکنیم. از این شعارهای قشنگم میدن که چپول مپولا میدادن تو انقلاب ملیمون، زن زندگی آزادی، برای که ملت تحت تاثیر قرار بدن. بعد که رأی آوردن میان میگن که خب انتظارات مردم هم باید در یه سطح معقولی باشه. البته بعد که رفتن تو کار میگن دولت کاری نیست. خب متاسفانه بعد که دورهشون تموم شد و مغضوب درگاه حکومت و دولت شدن، میگن خب ما میخواستیم یه کاری بکنیم، ما نشد. گلاب بروتون روم به دیوار معذرت میخوام، اما ماهیت گوه عزیزم، از تو گوه که نمیتونی گوهر استخراج بکنی. بعدم این حکومت تو هر دولتی نشون داده که قاتل جنایتکاره. رو لب تشنه شما، رو کم گشنه شما اینا گلوله بستن. این ماهیت اینا عوض میشه. اصلا خجالت که آدم بخواد بگه رأی بی رأی. عزیزم رأی ما سرنگونی، تموم شد.